اون روزو یادته؟ روزی که زندگی براکو نجات دادی؟ از اون روز براک خیلی عوض شده. چشاش برق میزنه، شنگول شده، به زندگی برگشته. دیگه تو زندگیش آرزو و انگیزه ای داره و اونم تویی. خلاصه پسر جون، میخوام اینو بهت بگم، خوب گوش کن. به عشق خواهرم جواب بده، دنیا رو به پات میریزم، هر کاری بخوای میکنم، هر کاری بخوای. منم یه خواهر دارم، درکت میکنم، میفهمم، اما تو شأن من نیست به عنوان یه برادر برم برای خواهرم از کسی عشق گدایی کنم. تو شأن تو هم نیست. به جای اینکه بیایی براش رو حرف بگیری، بهتره یادش بدی آویزون مردی نش که دلش بشه کسی دیگه. بیا 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 دیگه. چی کار میکنی؟ Beklenmeyen misafirdir. İnan sen benim gönlümce, böylesine tatmamıştım. Mutluluğu ömrümce. فیروزه باید بریم زیر سقف. کسی اینجا نیست؟ بیا. آیاز میگه چی کار داری یا نه؟ دیر وقته، باید برم. باشه بشینیم بعد. ببین فقط 10 دقیقه وقت داری یا؟ باشه قبوله. فیروزه شده تو زندگی یه وقتایی حس کنی یه چیزیت کمه و ناقصی؟ خیلی وقتا. خب کامل شدن چی؟ به خاطر چیز میپرسم. ما با هم فرق داریم خب، اما با وجود فرقامون هنوز میتونیم با هم بمونیم. هیچ شکی نیست. فیروزه تو تیکه از وجود من شدی. بدون تو نمیتونم نفس بکشم. من میخوام این البته من خودم به شخصه میخوام تا آخر عمرم این ادامه پیدا بکنه. من به شخصه میخوام، البته که تو هم اینو بخوای. میخوام
مامان همین روزا با عروست آشنا میشی. عروستو میارم ببینی، عاشقش میشی مامان. مامان این مامان چه خبره؟ مامان اینجا چه خبره؟ مامان اینجا چه خبره؟ مامان فلیس چشه؟ فلیس چه شده؟ بیهوشه. فلیس مامان اینجا چه خبره؟ چی شده؟ بگو چی شده؟ بابات اومد اینجا، فلیس راش نداد تو خونه، اون هم دیوونه شد، بهش حمله کرد. عیاز نتونستم جلوشو بگیرم، زدش، بدجور کتکی زد، نتونستم نگهش دارم، بچه رو خفه کرد، داشت نفسش من میومد، صورتش گمون شد. الان چطوره؟ مامان فلیس چطوره؟ بچم داشت میمرد، به خاطر اون زدمش. داشت بچم باشه. من نکشتم. باشه چیکارش کردی؟ خواستم جلوشو بگیرم. چیکار کردی؟ من نکشتمش. بابا مرده. من نکشتمش، ببخش. باشه من الان به پلیس زنگ میزنم که نه عیاز، خواهش میکنم بدش به من. مامان عیاز، مبادا گردم بگیری. عیاز این گناه منه. مامان چطور اجازه بدم؟ اصلا جلو نیا، کار من مامان. بود. من کشتمش، مجازاتش مال منه. عیاز گناهش مال منه. بعد از اونو همه سال کم زجر داد، کم اذیتت کرد. مامان چطور اجازه بدم؟ تو رو خدا بذارش کنار. نمیبینی چه باری رو دوشم داری میذاری مامان؟ ازت خواهش میکنم بدش به من مامان. تو کی هستی؟ از طرف عمو آیاس اومدی؟ به نظرم از طرف اونی، چون فقط اون میدونه که بابونه دوست دارم. عمو آیاس کجاست؟ کجا داری میری؟ آیاس ببینیم کجایی. شماره مورد نظر در شبکه موجود نمی باشه.
بچه آیازو ندیدی؟ تو دیدیش؟ نه ندیدیم. ما هنوز ندیدیم. نه ندیدیم. بچه آیازو ندیدی؟ نه هنوز ندیدیم. یه آدم چرا باید یه هایی غیرش بزنه؟ بدون خداحافظی، بدون اشک و آغوش، بدون گذاشتن یه نشونی، بدون بهونه کردن یه بحث کوچیک. از خودت کلی سوال به جا گذاشتی، جواب هیچ کدومم ندارم. همه چی رو ول کردی، مثل من همه چی رو ول کردی. ده بار صدات کردم نمیشنوی؟ با تو هم دختر. خدایا خودت بهم صبر بده. 2 ماه عقل و هوشش سر جاش نیست. اون اشکا رو برای هر کی داری میریزی نمیارزه. این حرفم آویزه گوشت کن. به جای اشک ریختن برو اشک در بیار. اشکم میریزی برای اونی بریز که جواهر بندازه دور گردنت، اونی که بلد دلتو به دست بیاره. مامان خواهش میکنم. مامان خواهش میکنم. دارم درس زندگی بهت میدم. من سوختم، نمیخوام سرتو هم بیاد. منو نگاه کن، عمر مثل برق میگذره، رحمم سرش نمیشه. وقتی من راه میرفتم زمین زیر پاهم میلرزید، از پرپشتی موهام گیره ها میشکسه. چشم نظر میزدم به خودم، مرتب از وسط نصف میشد. فکر میکنی من اینجوری بودم؟ جوونیمو دادم رفت. به قیمت چی؟ به کی؟ حقم نبود تو خونه های شیک زندگی کنم؟ چی رو که باز کردم شرشر آب گرم بیاد؟ هلنگو دستم کنم برم خونه اینو؟ یه دونه سند نیست عکس من روش باشه. خلاصه این که یکم عاقل باش، خودتو بدبخت نکن. فیروزه یه قهوه برام بذار.
نوش جونت بابا. بشین دخترم. دخترم، این اشکایی که میریزی، این غمت، نمیدونم باعث بانش کی، اما اینو میدونم تو قلب منی بابا. کسی که تو رو مثل من دوست نداشته باشه زندگی بیرونش کن. گریه نکن دخترم، گریه نکن. اون روز بود که دیگه فیلش کردم، دیگه دنبال جواب نرفتم، ازش گذشتم، از عشق. برای آخرین بار گریه کردم، برای آخرین بار برای عشق گریه کردم. من یاشار پینار، جانشین سرکارگری هستم که 1 ماه پیش در پروژه ساختمانی دمیرکان مشغول به کار شد و هفته پیش فوت کرد. آسانسور ساختمان را بررسی کرده متوجه شدم که موتورش مرتب دچار مشکل می شود. باری که با آن جابجا می کنند بیش از ظرفیتش بوده. بین طبقات لغزش دارد. بهرم‌های ترمزش نیز دچار استهلاک گشته. زندگی کارگران در خطر می باشد. خواهشمندم اقدامات لازم را انجام بدید تا از وقوع یک فاجعه بزرگ پیشگیری شود. فیروزه، بازم خوابت برد؟ این سفره چقدر باید بمونه؟ بیا جمع کن بعد برو. من نوکر شما نیستم. الوان، امروز حتما از مدرسه در میای. امروز یکم زود بیا. قربون دستت. یا اصلا نرو. خیلی غیبت داشتم مامان. من چی کار کنم؟ خونه 2 طبقه است، تا شب کارش تموم نمیشه. میدونی چند تا حموم داره؟ 4 تا. پدرم در میاد. تو برو مدرسه عزیزم. من بعد از کار خودمو میرسونم مامان. حمومم بذار برای من تمیز میکنم. وای کلفت دانشگاهی. مگه بار اولمه؟ مامان باهاشون حرف زدی یا نه؟ آره قربونت برم، من حرف زدم. آخر ماه یه راننده رو بیرون میکنن، بعد یه راست رو میگیرن به جاش. ایول. مگه تو الانش هم سر کار نیستی فاروق؟ چرا؟ این شرایطش بهتره. خب هم دروغ میگیم خجالت نمیکشی ها؟ فکر کردی نمیدونم یه ماه سر کار نمیری؟ اخراج شده. چرا؟ باز دعوا کردی. چی کار میکنی یاشار؟ کله سری فال میگیری؟ دخترم یک کرم داشتی دستمو بهتر میکرد، میاری بزنم؟ چشم بابا. من بزنم؟ بزن بابا قربون دستت. نمیشه دستکش رو در نیاری بابا. 2 روز خوب میشه باز همین وضعیته. درسته اما عادت نکردم، اما قول به خاطر گل روی تو هم شده میپوشم.
من رفتم. خسته نباشی. به سلامت بابا. یاشار، دیروز زن نجمی اومده بود، گفتم سرکارگر شدی. ببین یه پیشنهادایی بهم داد، قراره من بعد مثل شوهرش تو کارگرا رو به کار بگیری نه؟ جایگزین شمالی موقتی. خب دیگه تو هم نونو بچسبون. ببین نجمی از هر کارگری که به کار میگیره 10% خودش برمیداشت. خب 10% زیاد نیست، خیلی خوب میشه یاشار. خونه میگیریم، از این اجاره راحت میشه. به چی زل زدی؟ تو به اونا پول میدی، نون شبشون از تو در میارن. روزی همه دست خداست، نبنده خدا، من فقط واسطه. بابا حالا هرچی کمیسیون تو بگیر دیگه. ببین خونم خریدن. عالیه. من کش پول حرام بیارم تو این خونه؟ من حق هیچ کس بالا نمیکشم. خیلی خوب، تو بالا نکش، یه قرون در اومدمون نره بالا. منم از صبح تا شب کثافتای خونه مردم رو تمیز کنم، با این در و دیوارم بسازم، صاحب خونم نشی. یاشار کمرم ترق تروق میکنه، یه روز اینجوری دلا میمونم، بعد ببینم چی کار میکنی. خدایا صبر. تو چی میگی مرد؟ به من صبر بده. تا برو کنار. خدایا با امید تو. بابا جون. این چیه دخترم؟ بابا از طرف تو درباره آسانسور گزارش نوشتم، یه امضا کنی کافیه. دخترم من خودم با مدیر پروژه حرف میزنم، همه چی رو براش میگم. بابا خودت نگفتی به خاطر افت خاک اون یکی پروژه خراب شدن؟ بابا جون موقتی هم باشه مسئول پروژه تویی، مسئولیت اونجا با توئه. برای همین به نظرم اینو بگیر ببر خودت شخصا بده بهشون، اونا هم هر چی زودتر یه کاری میکنن دیگه. باشه حق با تو دخترم. من امروز میرم شرکت، اونم گراس پیش صاحب خود شرکت. با کاغذبازی و دست به دست کردن کار ندارم، خواب و خوراکمو گرفته. اونا هم مثل من مسئول جون و مال کارگران دیگه. بابای من عشقه. عزیز دلم، مسئول تکنیک ساختمونم خبر کردم، اومد چک کرد، اونم گفت سوار نشین، میدونی کار ساختمون پرخطره. خواستم تا خدای نکرده بلای سر کسی نیومده کاری که لازمه بکنی. اینم درخواست کتبی. مسئول پروژه کجاست؟ تو چرا به جاش حرف میزنی؟ من چرا با تو طرف صحبت شدم؟ نجمی فوت شده، مدیر پروژه هم رفته سر یه پروژه دیگه کمک کنه، مثل این که مشکلی پیش اومده. ممنونم. صبح بخیر آقا ارتان. با مدیر پروژه قرارداد فسخ بشه، در ضمن حساب پس بدن که چرا اختیار افتاده دسته کارگر ساده. ارتان بدو، برای پشت بومه. باز چرا؟ نمیخوای ازدواج کنیم و خوشبخت بشیم؟ چرا؟ معذرت میخوام براک جون، خودم متوجه نشدم اما جبران میکنم، باور کن. جبران میکنم براک. ما میخوایم خوشبخت بشیم. خیلی دوستش دارم خفه میشم، بدون اون خفه میشم، میمیرم. بذار ازدواج کنیم. اصلا به هم اعتماد داری؟ بهت قول میدم هیچ جا نمیره. ازدواج میکنیم، بهت قول میدم. قول میدی؟ قول میدم. بیا پایین عزیزم، بیا، امروز تولدته. بیا خوشگلم، بیا پایین. آره بیا دستتو بده به من. ببین کلی کار داشتم، هنوز نهار نخوردم. میریم دم ساحل، یه چیزی میخوریم، از عروسیتون حرف میزنیم.
لیست مهمونامون لباس عروسه. خب بیا عزیزم، دستتو بده به من. بیا جونم، بیا اصلا دستتو بده. آفرین، بیا اینجا. بسپر به من، نترس، به من اعتماد کن. خاک تو سرت. چیزی که میتونستی با افتخار ببری خونه کاپ قهرمانی بود، نه این یه خجالته. بدش من ببینم. نه آرتان حماقت نکن، گفتم بدش به من. وگرنه میخوای چی کار کنی؟ گفتم اونو بدش به من آرتان. بدش به من. گفتم بدش به من پسر. بدش کن آرتان، بدش به من. بدش به من. بابا گفتم بدش کن. تو بدش کن آرتان. بابا براک، براک، بابا براک، سب کن، نجاتت میدم، قول میدم، نگران نباش. سب کن گریه نکن عزیزم، الان نجاتت میدم، کمک کنی. من داره میچکه اشکم. اگه قراره بری و بریزه به هم همه چیزم، نرو عزیزم، نرو عزیزم. اگه قراره دوباره به بار چشای صبورم که تن خسته خاطر هامو با گریه بشورم. اگه قراره بدونی از این که تو رفتی مریضم، نرو عزیزم، نرو عزیزم. نرو رو دلی که شکسته و مونده رو دستم پا نذار. منو بعد خودت با غریبگیام تنها نذار. منو جا نذار بمون واسه موندنتم دیگه اینقدر هی دل نکن. یه دقیقه مریض و با حال
چشم روی صورت من داره میچکه اشکم. اگه قراره بری و بریزه به هم همه چیزم، نرو عزیزم، آه نرو عزیزم. اگه قراره دوباره به بار چشای صبورم که تن خسته خاطر هامو با گریه بشورم. اگه قراره بدونی از این که تو رفتی مریضم، نرو عزیزم، آه نرو عزیزم. نرو دلی که شکسته و مونده رو دستم پا نذار، منو بعد خودت با غریبگیام تنها نذار، منو جا نذار. بموندنتم دیگه اینقدر ای دل نکن، یه دقیقه مریض و با حال خرابش